اگه این روزا عدد 88 مدام جلوی چشمت ظاهر میشه، این ویدیو رو رد نکن. خیلیا وقتی 88 رو میبینن فقط منتظرن یه پول بزرگ یهویی وارد زندگیشون بشه. اما من سالهاست یه چیز رو توی زندگیم فهمیدم. خدا خیلی وقتا قبل از معجزه اول فرصت رو میفرسته. شاید 88 اولش خودش رو به شکل یک فرصت نشون بده. یه پیشنهاد کاری، یا آشنایی جدید، یه ایده‌ای که مدام توی ذهن تکرار میشه، یا حتی یه تصمیمی که مدت‌هاست از گرفتنش فرار میکنیم. خیلی وقتا معجزه مالی اولش اصلا شبیه معجزه نیست. آروم میاد و بی سر صدا و منتظر میمونه ببینه تو متوجهش میشی یا نه. دفعه بعد که 88 رو دیدی، به جای اینکه فقط منتظر یه اتفاق بزرگ باشی، از خودت بپرس خدا امروز چه فرصتی رو جلوی پام گذاشته که هنوز ندیدمش. شاید همین فرصت کوچیک شروع یه تغییر بزرگ باشه. اگه این روزا 88 رو زیاد میبینی، فقط بنویس 88. دوست دارم ببینم چند نفر این نشونه رو این روزا تجربه میکنن. و اگه دوست داری پیام پنهان نشونه‌های زندگی رو با هم کشف کنیم، پیج رو دنبال کن.